چرا در باب تربیت زنان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن آقایون و شوهرها، زن از قسمت پهلوی چپ آفریده شده، پهلوی کج، اون کجه، یک قسمت استخوان پهلو رو شما دوستان دیدین یکم کج اینطور منحنیه. پیامبر خدا فرمود زن از این قسمت آفریده شده. فرمود شما این رو میخوای راست بکنی نمیتونی، نهایتش اینه که رو باید با ساتور بزنی بشکنی تا راست بشه. و چیزی هم که شکست، شیشه که شکست دیگه پیوند کردنش مشکله. سختگیری بیش از حدم خوب نیست. بعضی مردها البته عذر میخوام، اینه که در جامعه ما امروز یک مشکل معضل بزرگی شده. طرف با برادر خانومش دعوا شده، طرف با پدر خانومش دعوا شده، طرف با باجناقش دعوا شده، میاد زن و فرزند و همه رو تحریم میکنه. اگر تو دیگه خانه فلانی بری تو رو به طلاق میدم. استغفر الله. امروز چقدر طلاق، اینقدر طلاق راحت از زبانها داره بیرون میشه. خب این چه گناهی کرده؟ تو غرورت اجازه نداده، یه جا به غرورت برخورده. این بچه چه گناهی داره؟ عروست چه گناهی داره؟ دامادت چه گناهی داره؟ نوهات چه گناهی دارن؟ شما میدونید در بحث صله رحم، خود همین صله رحم در احادیث آمده که وقتی انسانی صله رحم میکنه ندا میده به آسمان یا خدایا این کسی که رابطه ما رو خویشاوندی رو وصل میکنه، الله رابطه همه رو با این وصل بکن. و اگر این رابطه رو قطع میکنی یا الله رفتار همه رو، برخورد همه رو، رفت آمد همه رو، همه چیز از این انسان بگیر و قطعش میکن. چرا در باب تربیت زنان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن آقایون و شوهرها، زن از قسمت پهلوی چپ آفریده شده، پهلوی کج، اون کجه، یک قسمت استخوان پهلو رو شما دوستان دیدین یکم کج اینطور منحنیه. پیامبر خدا فرمود زن از این قسمت آفریده شده. فرمود شما این رو میخوای راست بکنی نمیتونی، نهایتش اینه که رو باید با ساتور بزنی بشکنی تا راست بشه. و چیزی هم که شکست، شیشه که شکست دیگه پیوند کردنش مشکله. سختگیری بیش از حدم خوب نیست. بعضی مردها البته عذر میخوام، اینه که در جامعه ما امروز یک مشکل معضل بزرگی شده. طرف با برادر خانومش دعوا شده، طرف با پدر خانومش دعوا شده، طرف با باجناقش دعوا شده، میاد زن و فرزند و همه رو تحریم میکنه. اگر تو دیگه خانه فلانی بری تو رو به طلاق میدم. استغفر الله. امروز چقدر طلاق، اینقدر طلاق راحت از زبانها داره بیرون میشه. خب این چه گناهی کرده؟ تو غرورت اجازه نداده، یه جا به غرورت برخورده. این بچه چه گناهی داره؟ عروست چه گناهی داره؟ دامادت چه گناهی داره؟ نوهات چه گناهی دارن؟ شما میدونید در بحث صله رحم، خود همین صله رحم در احادیث آمده که وقتی انسانی صله رحم میکنه ندا میده به آسمان یا خدایا این کسی که رابطه ما رو خویشاوندی رو وصل میکنه، الله رابطه همه رو با این وصل بکن. و اگر این رابطه رو قطع میکنی یا الله رفتار همه رو، برخورد همه رو، رفت آمد همه رو، همه چیز از این انسان بگیر و قطعش.